اسماعیلی و بازار این بخش قابل ببینیم خوب یک بازارک داره. ترافیک ها را میبینید که دیگه نمی حالا بسیار متوقع را به شدت و با جدیت کامل با مسلمان ها برخورد میکنن و اجازه نمیتن راه مسدود شود. در بازار ببینید که چه یک بازارک است، اما تا پر سرکاری و میوه و همه چیزا. بسنگه در هوا گرم سرد میشه دیگه، در سرادان تاثیرات حتما نیتمن میگذاره. سلام دوستان عزیز، انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتون به خوبی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی، در افغانان شهر کابل و سر زیرزمینی قرار داریم. اول از این سرک بگذاریم که این وقتش است دیگه. همونطور دوستان عزیز سلو میخواییم بریم به طرف جاده اسماعیلی و بازار این بخش قابل ببینیم خوب یک بازارک داره. ترافیک ها را میبینید که دیگه نمی حالا بسیار متوقع را به شدت و با جدیت کامل با مسلمان ها برخورد میکنن و اجازه نمیتن راه مسدود شود. اینجا مستاد هستن، اگر این اینا نباشه دوستان عزیز را کلا بند میشه. بعدی بر دوستان عزیز ترافیک ها زیاد هم هستن البته. با معذرت دوستان. در بازار ببینید که چه یک بازارک است، اما تا پر سرکاری و میوه و همه چیزا. بسنگه در تصویر میبینین اینجا بازار دوستان عزیز کم کم تمام میشه. میگیم که بریم در پیاده رو شغل پیدا شود. در پیاده رو خود بندازیم اینجا درست است. در دوستان عزیز زیادتر مارکت گاز است، البته وسایل گازی، اجاق گاز و بخاری گازی و همه چیزا. قسمی در تصویر میبینیم این بخاری های ترکی را میبینید دوستان عزیز در این بخش. اجاق های گازی، داش های گازی، خود بالون های گاز، کل چیزی دوستان عزیز هم ترمیمگاهش است و هم چی میگن به اگه حسابمو فروشگاهش. یعنی کندس کباب هم در حال پاک کردن است، صاف و پاک. اما تا کباب تحویل مشتری ها داده میره. کلن وسایل گازی است دوستا. بره دیگه را هم بگم من ندارم.
یک درجه یک زکام شدیم دوستان عزیز. هوا که گرم سرد میشه دیگه، در سر آدم تاثیرات حتما میگذاره. طرف هم انتشارات از دوستان عزیز از وقتی که کتاب فروشای جویشیر تخریب شده کاربار زیاد رونق گرفته، چون که زیادتر هم در فروشی آمده نمیشه. دکانهای خالی که دوباره کرایه گرفتن، دوباره کتاب فروشی ها جور شد و ایمار شد. این طرف هم فرنیچر بگوییم یا تخت سازی دیگه دوستان عزیز، هم فرنیچر میشه دیگه، مول فرنیچر سازی ها هست. اون طرف هم دوستان عزیز راگک که میبینید در طرف شاه دوشمشیره شهر کابل که ویدیو از جا حتما می داشته باشیم، منتظر ویدیوش حتما باشین. این سایت فروشی ها هم از دوستای جا طرف هم دیگه منطقه جویشیر دوستان عزیز که در حال بازسازی قرار داره. ویدیو مکمل از اینجا هم دوستان عزیز به نشر میرسونیم مفصل، بیننده از او همچنان باشین یا مامورای قصر ولایت نه دوستان عزیز. ممیرات احتمال زیاد ما خانوز نرفتیم از ایران، یک گزارش از اینجا براتون می داشته باشیم. کارش تکمیل شده، یک سرک اون بالاست، یک سرک پایین. سرک پایینش تازه ایجاد شده، هر کارامش بود بس میبینیم بخیر. آب ذره گلاس 10 افغانی. خب دوستان عزیز امیدوارم ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال هم سابسکرایب کنین تا ویدیو بعدی همه‌تون به الله متعال پاک و بی‌نیاز می سپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه‌تان.